حیوانات گوریل. این گوریلای دشت غربی در غرب آفریقا یافت میشن، توی دشتا. اونا غالباً گیاهخوارن و دوست دارن ریشه، شاخه، میوه، پوست درخت و کبز وحشی بخورن. گوریلا میتونن از درخت‌ها بالا برن. البته بعضی وقتا، ولی ترجیح میدن بیشتر وقتشون رو زمین بگذرونن. نه من نمیخوام رو زمین باشم. خب شاید اگه خیلی سریع بدویم بتونیم پرواز آره کنیم. میتونیم پرواز کنیم. شاید ما اونقدرام احمق نیستیم. گوریلای سرباز توسط گوریل نری به اسم پشت‌نقره‌ای هدایت میشن که بیشتر دوست داره به پشت دراز بکشه. خب مشکلی باش داری؟ نه بابا، دارم میگم تو تصمیم میگیری که گروه کجا غذا بخوره و کجا بخوابه. خیلی خوب، راحت باش. بچه گوریلا تا زمانی که 5 ماهشون بشه پیش مامانشون میمونن. صبر کنین، من خسته نیستم، من فقط زمان بازی وقت مناسبیه برای یادگیری. مثل این ماساژ، درسته قربان؟ آره آی وای آی. جوان‌ترا سعی میکنن رفتار پدرشون رو تقلید کنن. منو ببین، دارم میرم بالا مثل یه گوریلا نگاه کنین. اونا و دیوونه. بعضی وقتا پدرم باشون بازی میکنه. ای بابا بودو دیگه، پاشو چقدر میخوابی. بچه جون ساکت. منو ببین. عالی بود. اونا ممکنه یه دست خودنمای پشمالی باشن، ولی گوریل دشت غربی واقعاً یه حیوان شگفت‌انگیزه.